بریم. کی شروع کردی به جوراب فروختن؟ چند سالی هست؟ کی؟ دقیق باید بگم 6 سالگی اون موقع آدامس میفروختم. خب کی رسیدی به جوراب؟ آخه همه چیز من فروختم، مثل شال و روسری و دمپایی حتی و صندل، ولی به نظرم سود جورابا بیشتره و جوراب چیزیه که همه استفاده میکنن، یعنی خیلی پرکاربرده و خدا رو شکر جوریه که بیشتر لباسشویی های خانه های ایرانی جوراب خوره، یعنی جوراب رو میندازی توی لباسشویی، میخوای درش بیاری دیگه گم میشه، جوراب پیدا نمیشه، انگار اون جوراب نیست لیه لنگش و این باعث میشه که افراد احتیاج بیشتری به جوراب داشته باشن. یک پسره که دستفروش که همزمان هم توی خیابون‌های مختلف دستفروشی میکنه، هم توی فضای مجازی تولید محتوا میکنه و براشون پیش نیومده بود، یعنی خیلی جذابه براشون و خدا رو شکر خیلی تونستم این مدت جواب بگیرم و خدا رو شکر کلی دوستای جدیدتر پیدا کردم و کلی دوستای مجازی دارن که انقدر لطف دارن به من، همیشه ازم خرید میکنن، هوامو دارن و اینکه خیلی خوشحالم از داشتن همچین آدمای توی زندگی. سلام به بیننده‌های خوب برنامه با جنبه باش. بالاخره برنامه‌مون شروع شد. همونجوری که تو تبلیغاتم گفته بودم تمام تبعات پخش این برنامه رو بنده شخصا گردن میگیرم، هیچکس نترسه. با ما باشید، شروع می‌کنیم اولین قسمت برنامه با جنبه باش. میگن هیچ رابطه‌ای مثل رابطه پای آدم با جورابش صمیمی نیست. صبح با هم بیدار میشن، با هم میرن سر کار، آخر شب معمولا یکیشون گم میشه. انگار یکی از مأموریت‌های سری جوراب‌ها تو این دنیا ناپدید شدن. اولین مهمون برنامه یکی از بزرگترین مافیاهای کشوره. ببینیمش. درود بر شما بینندگان عزیز و بزرگوار، شب و روزتون بخیر و خوشی. خیلی خوشحالیم که امروز در خدمت شما هستیم و متشکرم که دارید ما رو مشاهده میکنید. ممنون از نگاه خوبتون و امروز در خدمت همین مهربونان قراره یه گفتگوی خیلی صمیمانه و خوب داشته باشیم. خیلی متشکرم ازت، مرسی از دعوتتون. همین یه خوشی باشه سایدم. شما میخواید جای من صحبت بفرمایید. قبلش نه اصلا ما کم میارم، خیلی لطف دارید. متشکرم. خب خودتون به معرفی کنید اونایی که نمیشناسن. اتفاقا باید البته هیچ کی نیست که نشناستش. خیلی لطف دارید. بنده افشین گل گلاب هستم. اسمم افشینه. گل گلاب برند جورابامه. من اولین دستفروشی هم که هم آنلاین شاپ دارم و اینطور خودم خرج تحصیلمو در میارم و اینکه بعد از یه مدت تصمیم گرفتم که واسه جورابایی که میفروشم الان تو برنامه آوردم به خدمت شما. آره قراره بهتون نشون بدم فقط. و بعد از مدت‌ها تصمیم گرفتم که واسه جورابام یه پیج بزنم و همینطور آنلاین شاپ خودمو داشته باشم و الان عمو خورشید قراره جورابای جذابم رو به شما دوستان عزیز و بزرگوار نشون بده، چون هر جا میرم باید جورابام با هم همراه باشه. بفرمایید. من امروز قراره با افشین بریم تجزیه مبادلات، جایی که جوراباشو ارسال میکنه، ببینیم جوراباش تو چه مرحله‌ای میره، از کجا میره به کجا میرسه. بریم برگردیم. بریم. با ما همراه باشید. رسیدیم به بهترین قسمت تجزیه مبادلات. بارکدی که عنوان در اختیار مشتری است، بارکد 24 رقمی ما روی ربات قرار میگیره، سریعا خانش انجام میشه، بر اساس کد مقصد میره، حالا هر مقصدی که داشته باشه. خب افشین یه چیزی، این بسای تو تقریبا این سایزیه دیگه؟ بله همین سایز. اینا خب همشون اینجا یعنی این بخش ارسال ویژه‌مونه، اون چیزی که شما داری از سرویس ویژه استفاده می‌کنی. نکنی ویژه رو می‌بینی، هر آن چیزی که تو تهران امروز قبول شده میاد اینجا، ما حتی به خاطر حساسیت واسه ویژه گذاشتیم فقط داره ربات میاره صورتمون، چون دقت ربات 100%. من اصلا ندیده بودم که همچین چیزی وجود داشته باشه، حتی توی ایران واسه اولین باره که همچین تجربه‌ای داشتم و خوشبختانه با شرکت پست همکاری داشتیم و از این به بعد که اینا رو دیدم سعی می‌کنم تمام بسام رو با پست ارسال بکنم. من باید بگی تکنولوژیا انقدر که خفنن، اصلا حرفی واسه گفتن نمیمونه. خودتون دارید مشاهده می‌کنید و می‌بینید که چقدر رباتاشون خوبه و 5% اشتباه داره. اون 5% رو هم به صفر رسوندن. یعنی هر چقدر بد خط بنویسی برات میخونه میفرسته. انقدری هم که قوی هستن، یعنی شما بدخط‌ترین آدم دنیا خطتون انقدری هم بد باشه، باز این ربات‌ها قدرت خواناییشون انقدری زیاده که خیلی زود تند سریع میخونن و میبرن میفرستن. افشین اینا چیه؟